دوستان به آشپزخونه نازبانو خوش اومدید. امروز میخوام روشی رو بهتون آموزش بدم که دیگه از بیرون چیپس نخرید. برای این کار به رنده، پوستکن و رشته‌کن احتیاج داریم. این قسمت از رنده که چیپسی میکنه به این صورت باید نازک باشه، شیشه. هم میتونید از پوستکن استفاده کنید به این صورت و هم میتونید از رشته‌کن استفاده کنید که توی قیمه یا پاستا که درست میکنید به این روش میتونید ازش استفاده کنید. به این صورت داشته میشه. بریم برای مرحله بعد. توی این مرحله چیپسی ها رو جدا و رشته ها رو جدا توی آب میریزم و چند بار آب کشی میکنم تا نشاستش جدا بشه. چند بار آب کشی میکنم. بعد مرحله بعد توی این مرحله سیب زمینی ها رو آب کش کردم، یه ظرف آب جوش، یه ظرف آب یخ. اول اینا رو میریزم توی آب جوش به مدت 2 دقیقه بمونه. بعد از 2 دقیقه توی آب یخ توی آب یخ هم 2 دقیقه میمونه. بعد آب کش میکنیم و میریم مرحله بعد. سیب زمینی های خلالی هم به همین صورت همین مراحل رو براش انجام میدیم. خب توی این مرحله سیب زمینی هایی که آب کش کردیم و توی پارچه پهن میکنیم که آبش گرفته بشه. وقتی مراحل قبل رو براشون انجام میدید سیب زمینی همینقدر شفاف میشه. همین که پهنش کردین آبش گرفته شد، مرحله بعد رو انجام میدیم. روغن رو به مدت 5 دقیقه اجازه میدیم داغ بشه. شعلم متوسط رو به زیاد باشه. وقتی سیب زمینی ها رو ریختید کمی بهش نمک اضافه میکنید و خیلی کم زردچوبه. اول سیب زمینی رو بریزید بعد این کار رو بکنید چون زردچوبه خیلی زود میسوزه. بعد مدام هم میزنید که به هم نچسبن. اگر مقدار سیب زمینیتون مثل من خیلی زیاده حتما از قابلمه بزرگ و روغن فراوان استفاده کنید چون اگر بمونه سیب زمینیتون رنگش تغییر میکنه. من همزمان سیب
زمینی رشته ایم خلالیم رو هم توی روغن میریزم که سرخ. مدام زیر رو میکنیم که روغن به همه قسمت های سیب زمینی بده. اینقدری باید توی روغن بمونه که با همین قاشقتون، چنگالتون یا هرچی که فشار میدین توی روغن صدای تردی بده. وقتی همینقدر ترد شد روغن خاموش میکنیم، گاز خاموش میکنیم و توی آبکش میریزیم. اگر نمکش براتون کم بود یکم روش نمک میریزید و به این صورت همون موقع که داغه تکونش میدید که به همه جاش بگیره. این هم چیپس خونگی ما. صداش گوش کن. حتما امتحانش کن. اگر ما رو دنبال نمی کنید لطفا روی دکمه دنبال کردن بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از بقیه ویدیوهای ما مطلع بشید.